همه اشاره خوب باشید. بریم سراغ پارت سوم گاداوار 3. خب ما اینجا بودیم، ما رفتیم. شیر مادر حلالش دلاور. برها رفت. کجا برم مسخره کنم. نگو این نامه رو باید بخونم. خب چی بلم میکنم. خب این بار اینجا یه دروازه چیزی ملی گذاشته 100% این تایه. پس من میریم اونای برقانه هر دستگاه خراب میشه. میریم ما به سخت خب خطیش میکنم. مامانی من میترسم. صدای دمنوش میاد. میریم ما به جنگ آبه. تو میشه زیر نزنی. هر روزتون یه دونه ساز میزنه دا. خب الان این ور میریم ببینیم گولی هست که خواهد انجام بدیم. من مثل ظالمان نباشم. دود داد بالا. باید بریم اینجا و نه چیه میگم بریم و بردیم. دوباره برگشتیم. درواز میشه. خب میریم اینجا. میریم که این هست که جا آمدن شامی خیلی هسته بکنم. شمشیر تو رو بزنم به آتیش میکشم. من خدای جنگ رو میزنی. خدای جنگ رو بزن. با خدای جنگ بیافتی با خدای جنگ برنفتم. خدای جنگی شما وای رد و برقی نزن بالا. من خودم میدونم رد و برق دارم. بزنم سر میاد میشه یه دونه چکش میده. خب چی باید کنه؟ خب اینو میکشیم. وای بدا ریدم. میره بالا. سب کنیم چیزش برگرده. اینجا چیزا باید سری باشه. میرینم حرف 6 تونستم. میریم. خب چی باید در بیاریم؟ مثلا من خودم نمیدونم چی باید. اینه وای من رفت. الان نمیدونم چیکار کنم. من میگم ای وای من رفت دیگه نمیتونم. نمیری بابا من کم جور دارم. قصر در رفتید شما. قصر اومدید. قصرم در میرید. قصر وای ای وای شو دنبل آش سنگال بده آش به همین خیال باش.
برقی بالا میاره شورم نمیتونه این رو بوده چی برسه من یه لج میزنه چی میگی تو اینجا وای 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 نه چرا اینجا من آش میگی خب من میرم تموم شد بچه ها امیدوارم که از این ویدیو خوشتون باشه پارت 3 و 4 رو هم قرار بذاریم گود مورنینگ خدا